محمد از کجا میفهمید که آثار انگشت بنان، این بهش میگن بنان، این سر انگشت میگن بنان، یه روزی بهترین علامت برای تشخیص هویت. اولین کشوری که اینو کشف کرد فکر میکنم آرژانتین بود و گفت اگر تصور بشه که جمعیت دنیا در آن واحد 64 میلیارد نفر برسه، باز هم ممکن نیست شاید دو مورد پیدا بشه که چه؟ دو تا انگشتشون مثل هم باشه. یک بار قرآن رو با تدبر بخونیم، با تمعن بخونیم و خداوند میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا دلها قفل شده، مهر زده شده. محمد از کجا میفهمید که آثار انگشت بنان، این بهش میگن بنان، این سر انگشت میگن بنان، یه روزی بهترین علامت برای تشخیص هویت. اولین کشوری که اینو کشف کرد فکر میکنم آرژانتین بود و گفت اگر تصور بشه که جمعیت دنیا در آن واحد 64 میلیارد نفر برسه، باز هم ممکن نیست شاید دو مورد پیدا بشه که چه؟ دو تا انگشتشون مثل هم باشه. یک بار قرآن رو با تدبر بخونیم، با تمعن بخونیم و خداوند میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا دلها قفل شده، مهر زده شده.